سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من خوربشم. امروز میخوام در مورد ادامه خواب بچه ها صحبت کنم که 2 جلسه قبلی رو آپلود کردم، میذارمشون لینکشون رو این بالا نوبتی حتما ببینید. و اینکه از این کتاب استفاده میکنم، یعنی استفاده کردم برای آموزش خواب بچه ها به دختر خودم و خیلی خوب جواب گرفتم. برای همین میخوام تجربیاتم با شما به اشتراک بذارم و در مورد این کتاب باهاتون صحبت کنم. خب تا اینجا گفتیم که چیکار کنیم که بچه عادت کنه که با فاصله غذا بخوره، یعنی مثلا به جای هر 2 ساعت 2 ساعت و نیم هر 4 ساعت غذا بخوره. و در طول شب چیکار کنیم که این هر 4 ساعت که غذا میخوره چیکار کنیم که اینا کم و کمتر بشن. امروز میخوام در موردش صحبت کنم. دیگه از هفته 8 دیگه به صورت جدی کار شروع میشه که تا هفته 12 دیگه نتیجه بگیریم. البته این کتاب میگه که هفته 12، ولی برای شما یا برای من یا برای هر کس دیگه ای ممکنه این تایملاین، این مدتش میتونه متفاوت باشه. مثلا برای من کارولین 5 ماهگی این اتفاق براش افتاد و شروع کرد به خوابیدن. این کتاب میگه 12 هفتگی، یعنی 3 ماهگی. هیچ تایملاین خاصی وجود نداره که مثلا حالا این گفته 12 هفته حتما 12 هفته این اتفاق بیفته و بچه 12 ساعت شب بخوابه. استرس نگیرین که این گفته 12 هفته 3 ماهگی بچه من باید 3 ماهگی شبا بخوابه. نه، اینطوری نیست. میگه از هفته 8 که کار اصلی شروع میشه، شروع میکنیم در طول روز به جای اینکه هر 3 ساعت به بچه غذا بدیم هر 4 ساعت بهش غذا میدیم. یعنی باید بچه رو تربیت کنیم که تون غذا نخواد. خب مثلا اگه بچه سر 3 ساعت غذا خواست، دیگه حالا باش بازی کنین، سرگرمش کنین تا حدی که مثلا این 3 ساعت بشه 4 ساعت یا 3 ساعت و نیم. تا اونجایی که میتونین اینو فاصله بندازین، این غذا خوردن رو، که بچه عادت کنه که هر مثلا 2 ساعت و اینا غذا نخوره. خب حالا غذا خوردن شبانه رو چجوری کم کنیم؟ اول از همه این که بگم وقتی که بچه در طول روز 4 ساعت غذا میخوره، کلاً بدنش عادت میکنه که 4 ساعت غذا بخوره. دیگه هر 2 ساعت و نیم بلند نمیشه که غذا بخواد شبا هم. برای همین مخصوصا اگه قبلا ترینش کرده باشین که مثلا صبح با شب فرق داره، مثلا شبا خیلی ساکت و آروم و ریلکس باشه، شبا مثلا خوب بخوابه، دیگه بچه خودش میخوابه. اونطوری نیستش که هی بلند شه و اینا، یعنی نباید اینطوری باشه. و محیط خیلی آروم و خیلی محیط شب خیلی آروم و خیلی ریلکس باشه که بچه متوجه بشه که اوکی این محیط خوابه و صبح مثلا سر و صدا باشه، همه چی در جریان داشته باشه، نمیدونم هوا روشنه و بدونه که این محیط خواب نیست. مرحله بعدی برای اینکه بچه ها در طول روز نخوابن اینه که وقتی که شما میبینید که بچه‌تون در طول روز بیشتر از 1 ساعت خوابیده، مثلا 2 ساعت 3 ساعت داره میخوابه، محیطو یه ذره عوض کنید، شلوغش کنید که بچه از خواب پاشه، چون که بچه نباید در طول روز زیاد بخوابه دیگه و اینا دیگه در طول شب نمیخوابه. برای همین مثلا گفته که برید موزیک بذارید، شروع کنین مثلا برقصین، یه ذره محیطو عوض کنین، مثلا یه ذره ناز و نوازشش کنین، ماساژش بدین که مثلا بچه از خواب پاشه، روحیش شاد بشه، که بفهمه که الان صبح، الان وقت خواب نیست. وقتی که ما به اون مرحله میرسیم که خب بچه در طول روز 4 بارش رو میخوره، 4 بار غذاش رو میخوره و شبا هم مثلا 3 بار پا میشه غذا میخوره، شیر میخوره در واقع. خب چیکار کنیم اون 3 بار شیر خوردن رو از بین ببریم؟ خب گفته از شیر آخر شروع کنیم. مثلا اگه بچه ساعت 7 شب میخوابه، 1-2 ساعت مثلا 11 پا میشه شیر میخوره، 1-2 مثلا ساعت 1، یه بار مثلا ساعت 6 صبح اینطورا مثلا اگه غذا میخوره، شیر میخوره 3 بار در طول شب. اول از همه شیر آخری رو بندازین، یعنی اونی که ساعت مثلا 5-6 میخوره اونو اول کم کنین.
حالا چجوری کم کنین؟ مثلا اگه 3 اونس میخوره، من خودم کارولین هر بار پا میشد مثلا 2.5 3 اونس معمولا میخورد. مثلا اگه 3 اونس میخوره، اون 3 اونس رو مثلا بکنین 2.5 اونس. بعد مثلا شب بعدش بکنید 2 اونس. شب بعدش بکنید 1.5 اونس. یعنی همینطوری هی مقدارش رو کم و کم و کم و کمتر بکنید تا برسه به 0. اون وقت شما میبینید که بچه دیگه اصلا برای اون غذا خوردن اون ساعت دیگه اصلا از خواب پا نمیشه. مخصوصا اینکه خیلی گشنش میشه، در طول روز اون مقدار انرژی رو میگیره. یعنی هر چقدر که شما کم میکنید در طول روز اون مقدار شیر رو میخوره. مثلا اگه شما 0.5 اونس کم میکنید یا مثلا شما 1 اونس کم میکنید، اون 1 اونس رو در طول روز اون بچه میخوره. و بعد از اینکه شیر سوم حذف شد، شیر اول رو حذف کنید. همین کار رو باش انجام بدید. هی میزانش رو کم و کم و کمتر کنید در طول روزها، در طول شبها، و تا جایی که مثلا اونم برسه به 0. و شما میبینید که یهو بچه مثلا دیگه از خواب پا نمیشه، یک بار از خواب پا میشه ساعت مثلا حدوداً 2 3 اینطورا و دیگه میخوابه تا صبح. و بعد اون شیر ساعت 2 3 هم شما کم کم کمش کنید، همینطوری که گفتم، تا دیگه اون تنها شیری هم که میخوره در طول شب دیگه اونم از بین بره. و دیگه میبینید که بچه مثلا از ساعت 7 شب میخوابه تا 7 صبح یا 6 صبح بدون اینکه از خواب بلند شه. و همه اون مقدار شیری که در طول شب میخورده رو در طول روز جایگزین میکنه، میخوره. حالا کاری که من کردم، این کتابی هم چیزی نگفته، کاری که من کردم این بود که من یه مقدار سیریال بچه قاطی شیر کارولین کردم شبا. یعنی اون وعده آخر شبونش رو با سیریال قاطی کردم، با سیریال میخورد و این خیلی کمک کرد که کارولین دیگه اصلا شبا بلند نشه و به طرز خیلی معجزه آسایی دیگه اصلا انگار سیر باشه، دیگه اصلا نیازی نباشه بلند شه. دیگه بلند نشد و دیگه شب مثلا 11-12 ساعت خوابید. خب این خیلی خوبه. الانم که بزرگتر شده دیگه غذاشو که میخوره، شامشو ساعت 5:30 میخوره، دیگه یه وعده شیر حدود مثلا 4 اونس قبل خواب میخوره و بعد دیگه میخوابه. من خیلی از این قضیه سیریال جواب گرفتم، مطمئنم خیلی دیگه هم جواب گرفتن. شما امتحان کنید، حتما جواب میگیرید. فقط بچه نباید، فکر کنم نباید کمتر از 4 ماهش باشه بهش سیریال میدید. اینو بپرسین از دکتر کودکانتون که کی میتونید به بچه سیریال مخصوص بچه بدید. خب پس تا اینجا گفتیم قدم اول اینه که در طول روز مقدار غذا خوردن فاصله هاشون رو زیاد کنیم. قدم اول این بود. قدم دوم در طول شبه که اجازه بدیم بچه خودش بخوابه، هر وقت که خودش بیدار شد غذا بخوره. و اینکه قدم اول اگه خوب رعایت کنیم، بدن بچه عادت میکنه که در طول شب هم مثلا 4 ساعت فاصله بندازه بین غذا خوردنش. و قدم سوم اینه که بچه در طول شب راحت بخوابه، دیگه از خواب پا نشه، یا مثلا یه بار از خواب پاشه، مثلا 4 بارش بشه 1 بار و دیگه کم کم بشه 12 ساعت بدون اینکه از خواب پاشه. و قدم چهارم اینه که در طول روز این خوابیدن‌ها در طول روز بشه 1 ساعت تا 2 ساعت و شبم که 12 ساعت. این قدم‌ها باید همه به ترتیب انجام بشه تا نتیجه بگیرین. اگه به ترتیب انجام نشه ممکنه که نتیجه نگیرین. اگه مثلا یه ذره این ور اون ور بشه، بعضی موقع بچه‌ها خب ربات که نیستش که همیشه نمیشه انتظار داشت که مثل هم باشن. مثلا یه شب 2 شب، یه روز 2 روز اینطوری نبودن اوکی، ولی در کل نباید بیشتر از 3 روز بشه که عادت بد ساخته بشه.
کل قضیه همین بود. کتابم تموم شد. اگه نکته‌ای شما میدونید که کمک میکنه به این قضیه توی کامنت ها بنویسین. بعد من یادتون باشه که همه ویدیوهای این سری آموزش خواب بچه‌ها رو ببینید که اگه سوالی براتون پیش اومد حتما برام بنویسید توی کامنت ها، نظراتون هم بنویسین. مرسی. امیدوارم که موفق باشین و همه بچه‌هاتون لالا کنن.